سوالی نوبتی سوالی 444 است. در اینجا سوالی لوگاریتمی. برای این سوال کار کردن نگاه کنید. دو قسم لوگاریتم بینشون مینوسه. اساسی آنها یک خیله است. 2 و 2. اگر من این خیلی چی داشته باشم من لوگاریتم های پیوست کرده میتوانم. چه پیوست میکنم؟ اول قاعده رو به خاطر بیاریم. از روی حرف ها نویسم. اگر من لوگاریتمی در اساسش a و در قوس دو ifade x کلان تقسیم y. اگر من تقسیم داشته باشم من این ifade ها رو جدا کرده میتوانم. چقدر جدا میکنم؟ لوگاریتمی a x مینوسی لوگاریتم در اساسی a y میشود. اگر بین اینها ضرب می بود بین اینها جمع میشد. این قاعده رو باید دانیم. همین قاعده رو استفاده برده چیکار میکنم؟ این سوال رو کار میکنم. برعکس هم رفته میتونه. اگر جدا باشد یک جای کرده میتونم. واسه در این سوال جدا نشان داده است. من اونها رو یک جای پیوست کرده میتونم. چه پیوست میکنیم؟ همچون تقسیم. و سوالی ما با چه ترتیب میاد؟ لوگاریتم 2 یک قوس کلان است x کوادرات جمع x مینوس 6 خط کسر 2x مینوس 7 برابر است به 3. بعد این سوال رو چه کار میکنیم؟ به درجه میگردونیم. درجه چه میگردونیم؟ 2 در درجه 3 یعنی اساس من 2 است. درجه 3 برابر به x کوادرات جمع x مینوس 6 تقسیم 2x مینوس 7. و بعد این رو همچون تناسب کار کرده میتونیم. این 8 میشه 2 درجه 3. وقتی که ضرب تناسبی میکنم 8 16x مینوس 56 برابر است به x کوادرات جمع x مینوس 6 است. و مدل کوادراتی شد. و مدل کار کردن این مدل رو همش رو با یک طرف جمع کنیم. x کوادرات جمع x مینوس 6 مینوس 16x پلوس 56 برابر به 9. ifade یک خیلی ساده کنیم. x کوادرات مینوس 15x پلوس 50 برابر 9. این سوال رو شما میتوانید با یوری دیسکریمینانت کار کنید یا اینکه با ضرب شونده جدا کردن. یعنی دو عدد باید یا بین ضرب آن 50 باشد و جمع آن یا فرق آن مینوس 15 باشد. این رقم ها مینوس 10 و مینوس 5 است. یعنی در ادامهش اینجا کار کنم x مینوس 10 و x مینوس 5 برابر 0 است. وقتی قوس ها رو میکشیم با همین ifade به دست میگیریم. و از اینجا x چی میشود؟ x برابر 10 میشود یا اینکه x برابر به 5. و سوالی از ما چی میخواهد؟ حاصل جمع ریشو مولد زین رو ببین. حاصل جمعشون البته که 15 میشود. 10 جمع 5 15 است.